سرخط خبرهای مهم: از 10 جهادی تاجیک 8 نفرش مهاجر بوده است. تاجیکستان و عربستان روادید را برای دو گروه شهروندان بکار میکنند و حبس یک نظامی روس برای شکنجه کودک تاجیک. سلام بیننده های عزیز، آغاز هفته نو است. امیدوارم خوبید و نوید بامدادی را تماشا دارید. امروز دوشنبه بیش از 85% شهروندان تاجیکستان که در هیئت گروه‌های تروریستی جنگیدند از روسیه به کشورهای اسلامی رفتند. این آمار را دو استادی اکادمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مقاله‌شان ذکر کردند. مطلب حیات سفرزاده و شاهرخ یحیی‌زاده 31 اوگوست در گروه شورای جوانان اکادمی وزارت در فیسبوک پخش شده است. مؤلفان این مقاله بعد تحلیل پرونده‌های جنایتی به این خلاصه رسیدند که 90% جوانان افراطگرای تاجیک در روسیه و زیر تاثیر امام‌های اینترنتی گمراه شدند. تا کجا حقیقت داشتن این نکته را سنجیدن ناممکن است، چون جوانان پیش از سفر روسیه کم یا بیش با دین و تقوا آشنایی دارند. پیشتر این حال به موعظه‌های چند از روحانیان سرشناس کشور بستگی داده میشد. منقدان و حامیان حقوق مقامات تاجیکستان را برای شدیداً محدود کردن آزادی‌های مذهبی و انجام فریضه‌های دینی، بستن مسجدها و منع نمازگزاری تا 18 ساله‌ها و منع تحصیل دینی نورسان تنقید کرده این را پایمال‌کنی آزادی‌های اعتقاد می‌نامند. پرزیدنت امام علی رحمان ماهی مارس امسال در واخوری با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا دست به عملیات‌های تروریستی زدند. تاجیکستان و عربستان سعودی نظام روادید یا ویزا را برای دارندگان شناسنامه‌های دیپلماتی و خدمتی را بیکار کرده‌اند. سند به این مضمون را سراج‌الدین موحدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و همتای سعودیش فیصل ابن فرهون 27 سپتامبر در شهر نیویورک امضا کردند. به اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، دو طرف درباره مسئله‌های امنیتی منطقوی، همکاری‌های اقتصادی و آب و اقلیم گپ زدند. جزئیات سندی که وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و عربستان سعودی امضا کردند معلوم نیست. اما این سند یادداشت تفاهم است و برای بیکار شدن نظام روادید برای دیپلمات‌ها و دارندگان شناسنامه خدمتی باید سازشنامه نهایی تصویب شود. ساکنان تاجیکستان اساساً برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی می‌روند. بعضی از رسانه‌های خارجی از نرم شدن مناسبت تاجیکستان و افغانستان خبر دادند، اما مقامات تاجیکستان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. طالبان که بیش از 3 سال در افغانستان به سر قدرت آمدند، در بیشتر کشورها رسما اعتراف نشدند. تاجیکستان تا این دم روابط اقتصادی و تجارتی با طالبان از جمله صادرات برق، بازارهای نزد مرزی نیز دارد. در 6 ماه سال 2024 تاجیکستان با افغانستان زیر نظارت طالبان به اندازه قریب 46 میلیون دلار داد و گرفت داشته است. این دفعه در بخش نظرسنجی ما از ساکنان پرسیدیم که رابطه های دو کشور همسایه باید چگونه باشند. پاسخ را یکجا می‌بینیم. همسایه‌داری کردن در کره همسایه خط اگر رفت آمد نکنی چخیل میشه، میگن که خیلی همسایه نزدیک خیلی دورده بهتر است. همین خیلی نیست تو مثال یک حادثه میشه تو خیشت خبر میشه که همسایه در پیش تای. خیلی باید معامله کردن در کار. راست دیگه خمون وایانی کار کردگیم من خصوصا این تینجی و امونه که در سرزمین تاجیکستان به حد بسیار از وقتی اومد. هر یک مادر تاجیک نیست که غم ندیده باشه. در اشک هر یک چشمان مادر تاجیک غم و دقت است. البته ما میخوایم که تینجی و امونی باشه. البته ما میخوایم که همکاری نسبت تاجیکستان و افغانستان باید باشه. برای چی؟ برای که او هم الحمدلله همشون مسلمانان، برادران اهل اسلامند. باید البته دوستی باشه، آرامی باشه. گفت که وقتی فرزند و نوس‌ها می‌بینی جگرات پورا میشوه. برای کی او عذاب عاقبتی که ما کشیدیم خدا دشمنی ما نبینه. بگذار هم وقت در چشم مادران اشک شادی باشه. بگذار همین پدر مهربان جناب عالی در سرور ما همین گفت که پیشوای ملت تاجیک هم وقت در بالای سر ما خدا نگهبانش باشه. نه برای اون که از خبرهای اجتماعی دیده می شود که علاقه وای حقوق‌رانی آنها نادرست است. آنها بر ظلم زنها، مثلا نمی‌کنه زنها در دخترهای یاش در مکتب‌ها تعلیم گیرند.
نمی‌دونم که آزادانه در بازار وای روند مثلا این حقوق آنها رو وای میکنند پایمال میکنند. برای باید همکاری نکنیم. اکو این کاری حکومت است. ما همچون سیدن ما مقصد ما فقط خوندن است و در حکومت خدمت کردن است. ما لیکن طرفدار آن نیست. خیلی همین تجارت چیزی نقض رفت آمد شود نقض میشه برای مردم. البته به فایده ما میشود. ای همون جهتی که مثال در وقتی که ما اگر همدیگر فهمی نکنیم البته گفت که سرزنش به خونریزی میشود. البته ما باید همکاری کنیم، باید دوستی کنیم. همکاری کنیم مثلا تجارت روش. تجارت همه طرفا مثال برادرای ما مثال بسیارن در اونجا مثال تاجیک زبانو بسیارن مثال ازبک زبانو بسیارن مثال دیگه ملت ها بسیارن. البته همکاری خوبه. با فکرم ضرورتی نداره. یعنی با اون اسلام با اون درجه نشون ندادن که ما با وایو پیروی کنیم یا همکاری کنیم. اسلام مرحمت در عربستان سعودی در دیگر جا. یعنی با طالبان عموما همکاری نکنیم. همکاری کردن نمیشه. اگر وایو از جهتی پیشرفت خودشون یک جمعیتی که چه مثال لیلی نشون دادگی بود که ما سوسیالیسم میسازیم من خیلی پیشرفت باید شود و آدمی نو خیر اگر نشون داد ما ممکن که دادگاه نظامی یکاترینبورگ یک مرد روس را برای شکنجه کودک مهاجر توجیک 5 سال روانه زندان کرد. دادگاه پرستار یا نگهبان دلیر بوبیو 6 ساله الکساندر ناوموف را به شکنجه با بیرحمی مخصوص گناهکار دانست. پدر دلیر بوبیو در روسیه برای دزدی ادای جزا میکند و پسرش را یک عائله روس به پرستاری گرفته بود. به اطلاع خبرگزاری ها ناوموف در دادگاه اتهام نسبتش اعلان شده را اعتراف نکرده گفته است تا ماه ایون سال 2023 در جنگ ضد اوکراین قرار داشت. اما با نوشته سوتا ویژن او زمستان سال گذشته به تعطیل آمده بود و از ناپدید شدن کودک خبر داشت. ماه ایون سال گذشته ویرونیکا ناوموف و همسری الکساندر ناوموف از ناپدید شدن دلیر بوبیف خبر داد. با گفته این زن و قبلا هم از خانه فرار میکرد. آن زمان صدها نفر ساکنان محلی 3 روز این کودک را جستجو کردند. بعدا معلوم شده است که کودک ماه دکبر سال 2022 کشته شده است و تمام این مدت جسد او در یک خلطه در جای ماشین ها که در نزدیکی خانه پرستاران جایگیر بود قرار داشت. این زمان مرافعه دادگاهی ویرونیکا ناومووا و جانی 21 ساله او دانیل یگولنیکوف ادامه دارد. هر دو به قتل کودک با بیرحمی مخصوص و انگیزه کینه و عداوت ملی قصداً رساندن ضرر وزنین به سلامتی کودک ایبدار می شوند. رویخط مهاجران تاجیکی ففتیده و کشته شده در روسیه طولانی است. مقامات تاجیکستان به بعضی از این حادثه ها اعتراض کرده از مقامات روسیه تحقیق موشکافانه آن را خواستند. اما مقامات روسیه نه همیشه به درخواست تاجیکستان واکنش می کنند. ارتش اسرائیل شب 29 سپتامبر به دهها موضع گروه جنگجوی حزب الله در جنوبی لبنان حمله کرده است. مقامات اسرائیلی گفتند چند انبار موشک و لوازمات حربی حزب الله را نابود کردند. دیرتر نظامیان اسرائیل از کشته شدن نبیل کاوک یک فرمانده بلندپایه حزب الله خبر دادند. گارتس می نویسد او مسئول امنیت داخلی این گروه تندرو بود. گروه حزب الله از حمایت ایران برخوردار است. امریکا آن را سازمان تروریستی می داند. اتحادیه اروپا تنها جناح یا قناعت حربی حزب الله را به فهرست سیاه داخل کرده است. حسن نصرالله بیش از 30 سال رهبر این گروه جنگجو بود و بخش اعظم جنوبی لبنان را زیر نظارت داشت. با وجود حمله های ارتش اسرائیل صبح 29 سپتامبر از خاک لبنان به سوی شهرهای اسرائیل دست کم 8 موشک پرتاب شد. این موشک ها به مکانهای بیهوده افتیدند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 30 سپتامبر خبر می‌دهیم.
30 сентябри соли 1997 мақомот аз хатми ҷараёни бозгардони фирориёни ҷанги дохилии тоҷикистон аз афғонистон хабар доданд. ҳисобҳои созмони милали муттаҳид мегӯяд дар солҳои ҷанги тоҷикистон ҳудудан 50 000 шаҳрвандони тоҷикистон аз рудхонаи 5 убур карда дар қаламравҳои шимоли афғонистон паноҳ ёфтанд. бозгардони онҳо ки асосан аз сокинони ҷануб ва шарқи тоҷикистон буданд чанд сол идома кард. дар тоҷикистон 30 сентябр рӯзи мавлонои румӣ аст. ҷалолиддини румӣ мутафаккири бузург соли 1207 дар ҳудудҳои имрӯзаи тоҷикистон ба дунё омада як шоир ва донишманди сатҳи ҷаҳонӣ шуд. яке аз маъруфтарин корҳояш маснавии маънавӣ асари манзуми фалсафиву ирфонӣ аст ки дар ҳудуди тоҷикистон танҳо баъди касби истиқлолият рӯи чопро дид. румиро яке аз ҷаҳонитарин намояндагони адабиёти форсу тоҷик меноманд ки осораш ба забонҳои хориҷӣ фаровон тарҷумаву паҳн шудааст. 30 сентябри соли 1920 коргардони маъруфи синамои тоҷик Борис Кимёгаров таваллуд шудааст. муаллифи филмҳои қисмати шоир одампӯсташро иваз мекунад дар таърихи синамои тоҷик бо эҷоди достонҳои шоҳнома ном баровард. достони рустам, рустаму суҳроб ва достони сиёвуш то имрӯз ганҷинаи филмҳои миллии тоҷикиро ташкил медиҳанд. субҳи имрӯз бонки миллии 1000 рубли русиро ба 114 сомонӣ, 100 евро ба 1188 сомонӣ ва 100 долларро 1065 сомонӣ муқаррар кардааст. бинандагони азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. назару пешниҳодҳои худро бароямон нависед. то фардо, худо нигаҳдор.